با درود به روح چرب و چیلی امام راندخار و با سلام به ولی امر اختلاسگران جهان، مقام عظمای ولایت. یک بار دیگه دست دشمنان نظام از آستین فتنه بیرون اومد و امضای بنده رو جعل کردن و یه 4200 متر ناقابل زمین تو ازگل رو به نام من اسکل کردن. خدا ازتون نگذره. بابا پول این زمینه 1000 میلیارد بیشتر نیست. آخه حالا که این خلاف یعنی جعل امضا رو مرتکب شدید، خب چرا فقط 1000 میلیارد؟ به جا نیاوردن شأن یک امر مهم خودش خلاف شرعه. 1000 میلیارد هم شد پول، چرا شأن اختلاس رو در حد میلیارد پایین میارید؟ بابا الان دور دیفیلیون و دیشیلیارد و دیشلدون و دیفیلشارد. بابا تخفیف شأن امر مهم حرام است. گذشته از این حرفا، این پول بعد از سهوی که توسط جائل صورت گرفت طیب و طاهر شد، چون ما هم سهم امام رو دادیم، هم سهم مقام عظما رو، هم پول چای آقای رئیسی رو. من از شما امت ساده زیست درخواست میکنم که ذهنتون رو درگیر این موضوعات حاشیه‌ای نکنن. کسی از گشنگی نمرده. به خاطر ولایت به نون خالی قناعت کنید، بذارید ما بی دغدغه به اوجب واجبات که فرمایش مهم امام کفن پاره بود عمل کنیم و قلمبو کنیم. بابا اختلاس حرمت داره. هرچی درخت پربارتر افتاده تر، هرچی اختلاس بیشتر نزد مقام عظما عزیزتر. امام راندخار در بحث خارج و اختلاس می‌فرمایند اذا کان پول القلمب فی هر مکان قم بالجعل امضا و یقاپون و الفرار الی کانادا. در پایان خواهش میکنم حالا که امضامو جعل کردین، زمین به اسمم کردین، حساب بانکی رو هم هک کنین، مای 1000 میلیاردی که به حساب من و پسرامو میریزید حداقل 2 برابر کنید. خدایا در روز قضا با ما چنان رفتار کن که قوه قضاییه با اختلاسگرا رفتار میکنه.